دلیل وفات هنرمند خوش صدای کشور آریانا سعید فاش شد. آریانا در کجاست و مصروف چی کارباری است؟ آریانا سعید به چی دلیل به امریکا سفر میکرد و کارهای سیاسی و عجیب آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل کشور، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. آریانا سعید از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و علاقمندان و طرفداران بیشماری دارد. آریانا چند مدت می شود کاملا از کارهای هنریش به دور است و مصروف کارهای سیاسی است. آریانا سعید در امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان ساخت و همواره برنامه‌های سیاسیش را با سیاسیون ازبق افغانستان به پیش می‌گیرد و به همین دلیل مدت فراوان می‌شود آریانا سعید کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. آریانا سعید به گفته دوستان و اقاربش در کشور امریکا حادثه ترافیکی بزرگی انجام داده است، ولی اکنون صحت وی خوب می باشد. وی دوباره به ترکیه سفر کرده است و در ترکیه زندگی می کند. این همه در حالی است که آریانا سعید و حسیب قرار بود در ماه آینده در ایتالیا ازدواج کند، اما بار دیگر عروسی آریانا سعید با نامزدش برای یک مدت نامعلوم به تعویق افتاد. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.